اگرچه در دلت سوز و غبار است، اگر روزت مثال شام تار است، اگرچه آب چشمت شش قطار است، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر عمرت گذشت اندر غریبی، ز خرسندی عالم بی نصیبی، اگر بیمار و محتاجی طبیبی، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگرچه رفت عمر نوجوانی، بدیدی غصه های زندگانی، ندیدی خرمی و مهربانی، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر در ناخن فرزند شده زار، کشیدی چند سری سال جبر و آزار، طلب کن از خدای پاک و غمخوار، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر گشتی جدا از همسر خود، و یا دادی ز دستت مادر خود، و یا زندانی دیدی دادر خود، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر ترکت نمود دوستی قرینت، اگر زهر گشت روزگار شیرینت، قناعت کن تو بر نان جوینت، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر بحری تو بنمودند خیانت، اگر گم کرده باشی مکانت، توکل کن به حق جان را امانت، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر سرسان و سرگردان و زاری، اگر بی قدر خویشان و تباری، اگر جستی نیافتی دست یاری، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر لال گشتی یا کر گشتی یا کر، نه آمد بر عیادت هیچ برادر، که این یک امتحان ذات اکبر، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر بی قدر و پیش پایی، نیافتی پاره نان بر گدایی، به هر حالت تو دوستدار خدایی، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر در حاصلی کارت ثمر نیست، اگر ظلمان قلبت را قمر نیست، کسی بدبخت مثل تو دیگر نیست، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر ماندی تو در زیر فشاری، نمی آید ز دستت هیچ کاری، محبت جوی مجوی راهی نقاری، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر رفت حرمت و جاه و جلالت، اگر بشکست پر و بشکسته بالت، حرام کرد ناکسی حقی حلالت، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. سواره بودی و گشتی پیاده، بلند پرواز بودی گشتی فتاده، نما ذکر خداوند جای باده، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر در جیب تو یک تنگ پول نیست، حقیقت گفته های تو قبول نیست، اگر خرگشتی و بوی زگل نیست، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر خرگشتی و بوی زگل نیست، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگرچه در دلت سوز و غبار است، اگر روزت مثال شام تار است، اگرچه آب چشمت شش قطار است، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. واقعا مصرع‌هایی که برادر ما که جمشید مخکمپور برای ما و شما ایجاد کردند، از هر یک پستی و بلندی زندگی برای ما و شما سخن میکند که اگر ذره تو را قدر نکنند، ناامید مشو. تو را پس زنند، تو را ایذا دهند، تو را انسان نشمارند. به خاطر اونه که سن نداری، به خاطر اونه که مبلغی کفایت نداری، تو از این هیچ ناراحت نشو، زیرا که خدای داره که تو را دوست می‌دارد، به خاطر اونی که تو مسلمانی و فرض الله را به جا میاری. خداوند متعال همه ما و شما را از فضل و برکات خود بی‌نصیب نگردانه و رزق روزی حلال برای کار